ای خداوند مدد فرما تا در این ساعت قلب و فکر و هستی خود را متوجه تو و قدرت و حکمت و عظمت تو نموده و با شنیدن کلام مقدست جان و روح خود را زنده سازیم. ای قدوس عادل، تمنا این که به ما بصیرت روحانی عطا فرما تا بتوانیم امور زندگی را از دیدگاهی که تو می‌نگری بنگریم و از خود عکس العمل نشان بدهیم که تو از ما انتظار داری. رفتاری داشته باشیم که تو می‌خواهی، زندگی داشته باشیم که مطابق میل و اراده توست. ای خدا، تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام حیات بخش و پرقدرتت به ما امید و مقصود بخشیده و ما را دعوت به حضورت نموده‌ای و می‌خواهی که در سیرت و صفاتی که ذات تو را تشکیل می‌دهند شریک و سهیم باشیم. می‌دانیم ای خداوند لیاقت این عنایات عظیم را نداریم، پس قلباً ای خدا تو را به خاطر عنایات و فیض عظیمت شکر می‌گوییم و می‌پرستیمت و عبادتت می‌نماییم. پس عبادت ما را ای خداوند پذیرا باش، عبادت ما را پذیرا باش ای خدا. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می‌کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا که پدر آسمانی و قادر مطلقه برای فرد شما عزیزانم آرزوی سلامتی رو دارم. سپاس باد بر نام مقدسش که این فرصت را به ما عطا کرده تا در این ساعت از انجیل مقدس آیات را با هم بخوانیم و پیرامون اوامر و دستورات آسمانی او و طریق زندگی پاکدلان را یاد بگیریم و در مورد کلمات آسمانیش به تفکر و تعمق بپردازیم. برای این منظور از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول که برای مسیحیان شهر کولوسیه در یونان امروزی نوشته است بگشایید تا طریق زندگی شایسته و پاک و مقبول پسند خدا را دانسته و با اطاعت کردن از آن نه فقط خدا را از خود خوشنود کنیم بلکه در برکات عظیم و پرجلال و آسمانی او نیز شریک و سهیم شویم. جلال و برکاتی که خدا خودش از راه محبت و فیضش برای ما مهیا کرده است. از فصل 3 رساله‌اش حضرت پولس به زندگی پاک و مقبول پسند خدا و کارهای عملی که ما باید آن را انجام بدهیم اشاره میکنه. در حقیقت نشون میده که ایمان ما همیشه بایستی با عمل توأم باشه، عملهایی که مقبول پسند خداست. و پس از اینکه اشاره به تولد تازه که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب ما شده است میگوید حالا که خدا شما را انتخاب کرده و این زندگی تازه را به شما عطا کرده است و این همه محبت به شما دارد، شما نیز باید در برابر عنایات خدا عکس العمل نشان بدهید و با هم نوعان خود همان رفتار و روش را پیش بگیرید که خداوند با شما پیش گرفته. یعنی شما هم باید نسبت به دیگران دلسوز و مهربان باشید، فروتن و ملایم و بردبار باشید، بخشنده باشید، رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا آنها را ببخشید. دوستان عزیز، دقت کنید که رسول خدا چه نمونه و یا چه الگویی را به ما میدهد. میگوید خدا شما را انتخاب کرده و این زندگی تازه را به شما عطا کرده است و محبت بسیاری به شما دارد. بنابراین شما باید در برابر فیض خدا، در برابر عنایات خدا عکس العمل نشان بدهید و با هم نوعان خودتون همون رفتار و روشی رو پیش بگیرید که خدای یکتا با شما دارد. یعنی شما هم باید نسبت به دیگران دلسوز و مهربان باشید، چون که خدا نسبت به شما دلسوز و مهربانه.
شما باید فروتن و ملایم و بردبار باشید. رفتار دیگران را تحمل کنید و آنها را ببخشید، چون خدا نیز گناهان بیکران شما را بخشیده است. هیچ وقت از هم کینه به دل نگیرید و یادتون باشه که مسیح شما را بخشیده. پس شما هم باید دیگران را ببخشید و از همه مهمتر بگذارید محبت اساس زندگی شما باشد. محبت هادی زندگی شما باشد. محبت کار و فکر و غذای شما باشد، چون محبت باعث میشه که شما در همبستگی کامل با خدا و با یکدیگر زندگی کنید. بگذارید آرامش که از لطف مسیح به ما میرسد همیشه بر دلهاتون مسلط باشه، چون همه ما باید مثل اعضای یک بدن در هم آهنگی و صفا زندگی کنیم. در ضمن همیشه و در هر مرحله سپاسگزار باشید. در آیه 15 درباره صلحی که عیسی مسیح به پیروان و ایمانداران خود عطا می‌کند سخن می‌راند و سپس درباره کلام مقدس او، کلام زنده او و معنی نام مسیح و آماده بودن برای ورود به ملکوت سماوی یا فردوس برین سخن می‌راند که اجازه می‌خوام این آیات را براتون بخونم. ابتدا آیه 15 الی 17 رو براتون میخونم و سپس به معنی و تفسیر این آیات میپردازم و تا آنجا که وقت باشد دنبال آیات این فصل رو براتون خواهم خواند. حضرت پولس میگوید و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد. دقت کنید دوستان عزیز، نه سلامتی معمولی، نه سلامتی که دنیا میده، بلکه سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید و کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن شود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. دوستان عزیز، اجازه بدید که این آیات رو یک بار دیگه براتون بخونم، زیرا که بسیار مهم هستند. حضرت پولس میگه و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشه که با آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشه و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. از آیه 15 حضرت پولس پس از اینکه درباره صفات و شخصیت کسی که مسیحی میشه صحبت میکنه، دستورات عملی رو نیز بیان میکند. سوالی که پیش میاد اینه که چطور یک شخص مسیحی یا یک انسان که زندگیشو تسلیم مسیح کرده است بداند آنچه که داره انجام میده مطابق اراده و خواست خداست. به زبان دیگر از کجا بدونیم عملی که امروز انجام دادیم مقبول خدا واقع شده یا نه؟ دوستان عزیز، یکی از طریقایی که میتونیم اطمینان داشته باشیم که بدانیم آیا اعمال ما مطابق خواست خداست یا نه در همین آیه آمده است که میگوید صلح مسیح، آرامی مسیح در قلب شما باشد. عیسی مسیح خودش قول داد که کسی که از من پیروی کند صلح و سلامتی رو از من دریافت میکنه که جهان نمیتونه این صلح و سلامتی رو بهش بده، حتی جهان نمیتونه رو درک کنه. ببینید وقتی شخصی که مسیحی میشه از این صلح خدایی بهره مند میشه، آرامش و اطمینانی به دست میاره که میدونه خداوند گناهانش بخشیده. ولی وقتی یک مسیحی آرامی درونی و باطنی خود را از دست بده، آن وقت میدونه که در طریق خدا قدم بر نداشته. واقعیت اینه دوستان عزیز، وقتی که صلح و آرامشی که خدا عطا میکنه در قلب ما نباشه، این علامت عدم اطاعت و خوشنودی از خداست. صلحی که خدا عطا میکنه در حقیقت در قلب ما حکم داور رو داره. چرا؟ چون وقتی که از خدا اطاعت کنیم این صلح در قلب ما هست و در وجودمون احساس رضایت و آرامش الهی میکنیم. ولی وقتی که از اراده او جدا بشیم، این صلح خدایی، این صلح مسیحایی از وجود ما نیز جدا میشه. چرا؟ زیرا صلح حقیقی رابطه مستقیمی با اطاعت کردن و در اراده خدا بودن دارد. البته در اینجا لازم است که یادآور بشم که باید از صلح و آرامی غیر واقعی برحذر باشیم.
هستن افرادی که با اینکه از خدا پیروی نمی‌کنن میتونن شبها راحت سرشون رو روی متکا بذارن و به اصطلاح راحت بخوابن. منتها دوستان عزیز، راحتی که آنها دارن، آرامی که آنها دارن، آرامی نیست که خداوند عطا میکنه. آنها در حقیقت در طوفان دارن استراحت میکنن، طوفانی که خداوند در زندگیشون خواهد فرستاد. گفتن این جمله که مثلا من از این کار خیالم راحته و یا دلم به این امر رضایت میده، به تنهایی علامت و نشانی خواست خدا نیست. ما مسیحیان باید مواظب باشیم که همیشه و در همه حال اول برای کارمون، برای تصمیممون دعا بکنیم، از خداوند طلب حکمت کنیم و بعد راه او را، خواسته او را که در کلامش بر ما آشکار شده است بیابیم. نکته دیگر این که اگر ما این صلح مسیحیایی رو که مافوق عقل بشری در خود داشته باشیم، نه فقط به وسیله آن قادریم بفهمیم که آیا در اراده خدا هستیم یا نه، بلکه با دیگران نیز در صلح خواهیم بود. در اجتماع، در خانواده، در میان دوستانمون، در میان دشمنانمون، در کلیسا، در هر جایی که باشیم عامل صلح و سلامتی خواهیم بود. چرا؟ چون قلبمون از صلح و سلامتی پره و لاجرم آنچه که در قلبمونه اونو بیرون میاریم. آن وقت کینه و نفرت و خودخواهی از ما دور میشه. برای همین است که یک مسیحی نباید کینه‌ای در دل داشته باشه، نباید از مردم نفرت داشته باشه، نباید عقده داشته باشه، نباید آرزوی انتقام گرفتن رو در قلب و فکر خودش جا بده. چرا؟ چون دوست عزیز من، اگر این چیزها در قلبمون باشه، اگر این صفات در من و شما باشه، آن وقت باید بدونی که صلح خدایی، صلح مسیحی رو در خودمون نداریم، چون این چیزها جای اون رو گرفته. ولی وقتی که از صلح مسیحی محروم نباشیم، یعنی اون رو داشته باشیم، آن وقت زندگیمون پر از برکته. ولی وقتی از آن محرومیم، زندگیمون جز بدبختی چیزی دیگری به بار نمی آورد. وقتی صلح و آرامش مسیحایی در قلب باشه، در آنجا شادی و محبت است. وقتی که صلح مسیحایی در میان ما باشه، لبهایمان از سرود ستایش و حمد و ثنا پر میشه و وقتی که خدا را ستایش میکنیم، شادی او را نیز نصیب خود میسازیم. برای همین است که در آیات بعد حضرت پولس ما را تشویق میکنه که حالا که صلح مسیح را در قلب خود دارید، بیایید خداوند را با روح شادی ستایش و پرستش کنید. بیایید قلبتون رو، وجودتون رو از گفتار مسیح زنده پر کنید، از کلام حیات بخش پر کنید. کلام و تعلیم مسیح رو همیشه به یاد بیاورید و بگذارید که گفته های او زندگی شما را بارور کنه و شما را دانا و حکیم و فهیم بگرداند. زیرا اگر کلام خدا را اطاعت کنید، خدا شما را حکیم میگرداند. گفته مسیح مقدس را به هم دیگه یاد بدهید و همیشه در مد نظرتون باشه. گفتار مسیح در مد نظرتون باشه. اون رو به خاطر بیارید، اون رو از بر کنید تا مانع گناه کردن شما بشه. برای خداوند اشعار روحانی و سرودهای تازه بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بسرایید و بگذارید که گفتار و کردار شما مردم را به یاد عیسی مسیح خداوند بیندازند. توسط او به حضور خدای پدر بیایید تا تشکرات خود را تقدیم کنید. دوستان عزیز، این آیه پاسخ به سوالهای بعضی از شما عزیزان نیز هست که پرسیده بودید چرا مسیحیان در کلیسا آواز و یا سرودهای شادی بخش می‌خوانند. ای عزیزان، ما خدا را با سرودهای روحانی که از قلب مؤمنین برخیزانیده شده است می‌سراییم. به وسیله آنها خداوند را تمجید می‌کنیم، شادی خود را ابراز می‌داریم. ما مسیحیان خود را خوشبخت‌ترین انسان‌ها می‌دانیم. چرا؟ قلب‌هامون از شادی خداوند لبریزه و جز روح ستایش و سپاس نمی‌تونیم راه دیگری را طی کنیم. زیرا وقتی به آنچه که خدا برای ما انجام داده است نظر می‌افکانیم، وقتی که حالت و موقعیت خود را قبل از اینکه مسیحی بشیم در برابر خود مجسم می‌کنیم و بعد به آنچه که مسیح مقدس در راه ما انجام داده و چیزهایی که برای ما کرده است توجه می‌کنیم، جز روح ستایش، جز روح سپاسگزاری، جز روح سرود خواندن و حمد و ثنا گفتن چیزی دیگری نمی‌تونیم داشته باشیم. زبان ما قاصر از بیان الطاف و عنایات خدا یکتاست. پس با سرودهای ستایش بخش و با سرودهای سپاس آمیز سخنان دلاویز خود را، سخنان قلب خود را به خداوند تقدیم می‌کنیم و او را سپاس می‌گوییم و می‌گوییم خداوندا شکرت باد، شکرت باد، شکرت باد ای خداوند که این همه نسبت به ما لطف کرده ای. بله دوستان عزیز، ما روحمان از شادی و شف پر میشه. چرا؟ چون
حضور خدا را در قلب خود احساس میکنیم، چون میدانیم خدا گناهان ما را از روی فیض خودش بخشیده است، نه به خاطر اینکه لیاقتش داشتیم، خیر، بلکه چون لیاقتش نداشتیم ولی با ایمان به درگاه اومدیم و از زندگی گناه آلود خود توبه کردیم، خدا از روی فیضش آن را به ما بخشیده است. در حقیقت پولس در این دعایه میگه ای مسیحیان عزیز، هر چی دارید از مسیح دارید، هر چی دارید از مسیح دارید. بنابراین هر آنچه را که انجام میدهید، هر چیزی که میگویید، هر عملی که انجام میدید، هر فکری دارید بایستی وابسته و به خاطر نام مسیح مقدس باشه. هم به وسیله جملات و هم به وسیله اعمالتون باید خدا را شب و روز شکر کنید و نام او را جلال بدهید. اگر ما اجازه بدیم که چیزی دیگه در زندگیمون بیاد ولی باعث نام جلال مسیح مقدس نباشه، دوستان عزیز، گناه کردیم، خطا کردیم. ما باید آنچه که میگوییم، آنچه که فکر میکنیم و آنچه که انجام میدهیم برای جلال نام مقدس خدا باشد. و سپس از آیه 18 الی آخر فصل 3 یعنی آیه 25 حضرت پولس چند دستور مختصر اما بسیار مهم را در مورد رابطه خانوادگی، رابطه زناشویی به ما میدهد که توجه شما را به آیات جلب میکنم. لازم میدونم که در اینجا تکرار کنم، حضرت پولس نمیخواد که در مورد این مطلب تفسیر به ما بده، بلکه به طور مختصر به این امر اشاره میکنه تا ایمانداران از آن پیروی کنند. ببینید میگوید ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که در خداوند می شاید. ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که در خداوند می شاید. و ای شوهران زوجهای خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی نکنید. ای شوهران زوجهای خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی نکنید. و ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید. ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده خداوند است. و ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکست دل شوند. ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکست دل شوند. ای غلامان آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم، بلکه به اخلاص قلب و از خداوند بترسید و آنچه کنید از دل بکنید، آن هم به خاطر خداوند نه به خاطر انسان، چون می‌دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت. چون می‌دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت، چون که مسیح خداوند را بندگی می‌کنید. زیرا هر که ظلم کند آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهر بینی نزد خداوند نیست. دوستان عزیز، در این آیات مطالب بسیار عمیق که در رابطه زندگی من و شما میباشه، رابطه ما با خانوادهمون، با والدینمون، با مسئولینمون، با کارفرمایمون. در این آیات به زبان ساده تر حضرت پولس اول رو به زنان کرده و میگه ای زنان از شوهرتون اطاعت کنید، مطیع شوهرتون باشید. چرا؟ چون خداوند اینطور میخواد، خواست خدا برای شما اینه. و بعد به شوهران میگه که ای شوهرها زنهای خودتون رو محبت کنید، زنهای خودتون رو محبت کنید و با ایشان به تندی و تلخی رفتار ننمایید. و شما ای فرزندان باید همیشه حرف پدر و مادرتون رو گوش کنید، چون خداوند از این کار خوشنود میشه. و همچنین شما ای پدرها آنقدر از بچه‌هاتون ایراد نگیرید که در زندگی دل سرد و دل شکسته بشن. و بعد رو به خدمتکاران کرده و میگوید وظیفه شما در این دنیا اطاعت از کارفرما است. نه تنها جلو چشم کارفرما کارتون رو خوب انجام بدید، بلکه همیشه و از صمیم قلب خدمتگزار خوبی باشید. درست مثل این که دارید مسیح را خدمت میکنید. خوب کار کنید و هر کاری که میکنید از جان و دل بکنید، انگار این که برای منجی خود انجام میدهید، نه برای اربابتون. زیرا با این نوع عمل ایمانتون رو عملاً آشکار میسازید. یادتون باشه که مسیح خداوند است که به شما پاداش حقیقی و واقعی میبخشد. مسیح خداونده که به شما پاداش حقیقی میبخشه. در حقیقت شما بنده مسیح هستید، زیرا مسیح شما را به بهایی خریده است.
اگر برای مسیح خوب کار نکنید مسلماً خدا هم مزد خوبی به شما نخواهد داد، چون کسی که در وظیفه‌اش کار شکنی میکنه خدا به او رحم نخواهد کرد. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم این آیات درباره رابطه خانوادگی بین زن و شوهر و فرزند و والدین و خدمتگزار و کارفرما صحبت میکنه. ولی اگر توجه کرده باشید پولس در حقیقت داره دو موضوع اصلی رو بیان میکنه و یا بهتر بگم که آیات روی دو موضوع اصلی داره میچرخه و آن اطاعت و محبته. قصد حضرت پولس همونطوری که عرض کردم در این آیات این نیست که مقام زن و یا مقام شوهر را بیان کنه و یا تعلیمات مسیح رو درباره فرزندان و اطاعت از والدین و ارباب و رعیت و غیره بازگو کنند. خیر، بلکه میخواهد هر کسی رو که در هر مقام و حالتی است رو تشویق کنه که در وظیفه خودش نه فقط امین و وفادار باشه، بلکه محبت را در اعمالش ادغام کنه، محبت را در اعمالش آمیخته کنه. زیرا جدا از محبت شخص نمیتونه آنطور که شایسته اوست عمل و رفتار کنه. یک مسیحی نمیتونه جدا از محبت کاری را به صورت کامل انجام بده. اشاره پولس در این آیات روی تغییراتی است که در زندگی هر شخصی که مسیحی میشه و به وقوع میپیوندد است. زیرا ایمان به مسیح نه فقط شخص را تولدی تازه عطا میکند و او را عوض مینماید، بلکه حتی خانه و خانواده او را نیز تغییر میده. هم زن و شوهر، هم فرزند و هم والدین و هم ارباب و کارفرما، همه چیز در رابطه تغییر پیدا میکنه. فراموش نکنید که دوستان روی سخن پولس با کسانی است که تازه از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند. اولین مؤسسه‌ای که خدا در جهان بنا نمود همان خانواده و یا قانون ازدواج بود. اگر در ازدواج اتحاد و یگانگی نباشد، پایداری در ازدواج نباشد، آن وقت در جامعه و حتی در مملکت نیز نمیتوان انتظار اتحاد و یگانگی یافت. زیرا جامعه از خانواده بنا شده و هر جامعه‌ای که اهمیت روی قانون خانواده میدهد دوام آن پابرجاتر است. در این آیات پولس رسول هم از مرد و هم از زن میخواد که همیشه یکدیگر را اطاعت و احترام بگذارند و نسبت به هم محبت داشته باشند. زیرا تسلیم شدن روحانی زن و مرد نسبت به یکدیگر در مسیحیت سر موفقیت و رشد خانواده و کاملیت آن محسوب میشه. اگرچه زن در اینجا به آن امر شده که از شوهر خود اطاعت کند، ولی دستوری که به مرد و یا به شوهر داده شده نیست اگر بزرگتر از اطاعت نیست کمترم نیست، و آن اینه که شوهر همسر خود را باید محبت کند. سوال پیش میاد که چه نوع محبتی و تا چه اندازه‌ای باید شوهرش زنش را محبت کنه؟ کلام خدا میگوید که بایستی با محبت مسیحایی شوهر همسر خود را دوست داشته باشد، محبتی که خالص و بی‌ریاست، محبتی که فروتن و مطیع می باشه، و آنقدر باید همسر خود را دوست داشته باشد که حاضر باشه جانش را در راه همسرش بدهد. محبتی که بین زن و مرد باشه، دوستان عزیز، هرگز بین این دو تبعیضی وجود نخواهد آورد، برتری و ارجحیتی نخواهد بود. در حقیقت در مسیحیت برتری بودن بی‌معنیه. چرا؟ چون شوهرش بایستی همسرش را عزیزترین کس بشماره و حاضر باشه براش جان فدا کنه. نه فقط زن و شوهر و یا خانواده در کلیسای کولوسی بودن، بلکه فرزندانی هم بودن که پولس میخواد از آنها که از پدر و مادر خودشون اطاعت کنه. این فرمانی بود که خدا از طریق موسی در 10 فرمان به قوم بنی اسرائیل کرده بود که ای فرزندان باید والدین خود را پیروی کنید، اطاعت کنید، مخصوصا والدین خداپرستتون رو باید اطاعت کنید. ممکنه بپرسید بگید چرا؟ دوستان عزیز، گذشته از محبت و علاقه‌ای که بین پدر و مادر یا والدین برای فرزندان هست، والدین وظیفه دارن که فرزندانشون رو در راه ایمان و خدا ترسی رهبری و هدایت کنن و فرزندان خود را تعلیم بدن که چگونه در طوفان‌های زندگی و تحریکات گناه‌آلود اهریمن به مبارزه بپردازن و ایمان خود را حفظ کنن و چشم از خدا برندارن. سپس در آیات آخر پولس از غلامان یا خدمتگزاران میخواد که اربابان و کارفرمایان خود را صادقانه اطاعت کنند. دقت کنید دوستان عزیز، در زمان پولس رسول نصف جماعت دنیا
غلام و برده بودند. پولس که بر اثر شنیدن کلام خدا متوجه قدرت محبت و انجیل شده بود، رو به غلامان می‌کند و به آنها نمیگه که بر علیه اربابان خود یا کارفرمای ظالم خودشون شورش کنن و یا آنها را به قتل برسونن، بلکه در عوض میگوید ای عزیزان، شما فراموش نکنید که متعلق به خدا هستید. حالا طوری رفتار کنید که آنها متوجه ایمان شما به مسیح زنده بشن و در نتیجه خودشون نیز به سوی مسیح بیان. نوری باشید که در دنیای تاریک آنها درخشان شده و آنها را به سوی نور حقیقت خدا هدایت کنید. با محبت مسیحایی آنان را متوجه حقیقت کنید. انسانها به سوی خدا بیان. میگه فراموش نکنید که همه در حضور خدا یکسان هستند و خداوند ارباب همه در واقع حساب میشه. شما بایستی به خداوند حساب بدهید، زیرا ارباب حقیقی شما که در نهان است و همه چیز را می‌بیند، یعنی خداوند، شما را پاداش خواهد داد. دوستان عزیز، چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می‌خوام که در برنامه آینده دنبال کلام را به عرضتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتون باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.